اینو در خطاب به یه عده جوان میگم که فکر میکنن از قافله عقب موندن و دنبال راز ثروتمند شدن یه عده‌ای هستن. یه زمانی از خیابون هفتم به بعد ولنجک بهش میگفتن ولنجک نو، کوه و سنگ و تپه و اینجور چیزا بود. شغالم نمیرفت اونجا لونه بکنه. یه عده‌ای اومدن اونجا یک سری زمینای تعاونی بهشون دادن. مثلا از خیابون 16 ولنجک به بالا هیچ الاغی نمیرفت اونجا خونه بخره. زمینای 2-3 هزار متری با بازپرداخت 30-40 ساله. مثلا کارمندان یه سری دانشگاه بودن که بهشون دادن، الان هم هست. این زمینای 3000 متری رو میگرفتن و یک کپر اون وسطش میساختن به اسم خونه. نداشتن دیگه. گذشت بعد 40 سال اون زمینا شدن متری 1 میلیارد تومان. یعنی اون شخصی که 2000 نمیارزه الان 2-3 هزار میلیارد تومان مال داره. حالا دنبال راز ثروتمند شدن اینا هستی. بعضی وقتا بایستی قاپت نقش بشینه. اینا اینجوری پولدار شدن. حالا تو که داری تلاش میکنی و اوضاعت رو داری رو به راه میکنی، اینو بدون اگر اونا رو مالشون رو ازشون بگیری و بذارن جای شما، از گشنه‌ای مردن. تو خیلی جرأت داری تو این وضعیت داری پول در میاری. بی خیال بابا، هوشمند و شرافتمند باشیم.